دلیل تغییر چهره عالیه انصاری چیست؟ آیا خواسته با آریانا سعید رقابت کند و رابطه عاشقانه‌اش با عصام فرزان چی شد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به کانال دنیای فو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. عالیه انصاری یکی از هنرمندان زبان زد کشور می باشد که در دوران طفولیت به کشور پاکستان مهاجرت کرد و در آنجا برای مدت چند سال زندگی کرد تا اینکه آهسته آهسته به کشورهای اروپایی رسید. عالیه دارای 2 فرزند می باشد، اما ازدواج ناموفق داشته است و از شوهرش جدا شده است. اکنون وی با فرزندانش در کشور لندن زندگی می کند و دارای رابطه‌های عاشقانه‌ای با عصام فرزان می باشد. برای اولین بار در تلویزیون خورشید کنسرت اجرا کرد. بعد از کنسرتش میان مردم و علاقمندان از شهرت خاصی برخوردار شد. دلیل تغییر چهره عالیه انصاری این است که برای شوهرش خواسته درد بدهد. عالیه اندام خود را نیز هم تغییر داده است. خواسته شوهرش در فراق و حسرتش درد و عذاب بکشد و به همین دلیل در رابطه عاشقانه با عصام فرزان وارد شده است. بعد از افشا شدن این خبر در رسانه‌های اجتماعی، علاقمندان این دو هنرمند آنها را نقد کرده است و به همین دلیل عالیه انصاری با عصام فرزان دیگر آهنگ عاشقانه اجرا نکرده است و برای مدت از همدیگر دور هستند. این حمل جراحی زیبایی عالیه انصاری هزینه خیلی انگفته داشته است که معادل به 50,000 پوند انگلیس است. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را راجع به رابطه عاشقانه عالیه انصاری با عصام فرزان و تغییر چهره وی در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک سازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا ویدیوی دیگر همتان را به علای منان میسپارم. موفق باشید.